چرا نیکوفارمد اولویت تولید کنندگان دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکیه؟ ببین چون تولید کننده رو میشناسه. سوال سختیه. ببینید ما قطعا هر تولید کننده یا هر کسی که نیاز داره بخش از خدماتش را جای انجام بده، یکی از بزرگترین اولویت‌هاش اینه که قیمت تمام شدهش واسهش بسیار مغروم به صرفه باشه. نیکوفارمد در واقع یک هاب رسمی و اصلی هستش که تولید کننده های تجهیزات و ملزومات پزشکی، دارو، مکمل، لوازم آرایشی، بهداشتی و غیره رو، حتی حوزه مواد غذایی، اینها اولویتش هستن به خاطر اینکه میشناستشون. با توجه به اینکه ما بریم به سمت حرکت میکنیم که بحث تخصصی شدن داره پیش میاد و قطعاً به نفع هیچ شرکتی نیست که بتونه 0 تا 100 یک کاری را تو یک حوزه بتونه انجام بده. واسه همین هم مغروم به صرفه است که همه چیز اوتسورس بشه. میدونه دغدغه هاشون رو، میدونه مشکلاتشون رو، دستاندازهای تولید کننده رو میشناسه. در نتیجه وقتی در جهت این برمیاد که بخواد این مشکلات رو مرتفع بکنه براشون و از بین ببره و حتی تسریع بکنه این جریان رو براشون، این خیلی به نظر من مشخصه که اولویت اون جریان قرار میگیره و البته که واسه افتخاره.